معرفی صندلی غذای کولار مدل 1015 در شهر سیسمونی نیلند. براتون یه مدل از برند کولار صندلی غذا موجود کردیم که بتونین از بعد و تولد فرزند عزیزتون ازش استفاده کنین تا 3 سالگیش. سینی این محصولمون دوبل هست. به راحتی اگه کثیف شد میتونید جدا کنین این قسمت روی رو و نیاز نیست که کل سینی رو در بیارین، ولی اگر هم خواستین به راحتی میتونیم با فشار دادن 2 تا ضامن سینی رو در بیاریم. پارچه استفاده شده در محصولمون ضد تعریق و قابل شستشوه، یعنی به راحتی جدا میشه. یه دونه کمربند 5 نقطه‌ای قابل تنظیم داره برای اینکه فرزند دلبند شما سر نخوره. همچنین روی سینی محصولمون هم یه دونه فاکگیر وجود داره که فاکگیر هم همین عمل رو انجام میده که کمربند 5 نقطه‌ای انجام میده، یعنی جلوی سر خوردن فرزند دلبندتون گرفته میشه. 2 تا ضامن در این قسمت وجود داره که با فشار دادن اونا میتونین دسته های صندلی غذاتون رو که سینی روی اون سوار میشه رو بالا ببرین. دوباره میتونین همون رو فشار بدین و بیارین پایین. در قسمت پشتی یه دونه ضامن وجود داره که حالت لم و حالت خواب رو برای پشت تنظیم میکنه. پشتی صندلی غذا به این حالت تنظیم میشه. شما میتونید با فشار دادن ضامن هایی که در این قسمت وجود داره حالت پایی رو نسبت به حالت خواب تنظیم کنید تا کوچولوتون توش راحت قرار بگیره. با فشار دادن 2 ضامن در هر دو طرف میتونید ارتفاع صندلی غذا رو تنظیم کنید به این شکل. دوباره برای بالا بردن هم کافیه که همین کار رو تکرار بکنید. سینی رو میتونید بزنید سر جاش به این صورت. 4 تا چرخ تعبیه شده برای اینکه به راحتی بتونید صندلی غذای خودتون رو حرکت بدین. جنس بدنه صندلی غذا از آلومینیوم و پلاستیک فشرده هست که تحمل و استحکام صندلی غذا رو 2 چندان میکنه. حالت جمع صندلی غذا به این صورته که شما میتونید سینی رو به 2 حالت جمع کنید. میتونید مجزا جدا کنیم به این صورت و در این قسمت سر جای خودش قرار بدیم. دوباره دسته های سینی رو بالا ببرین و با فشار دادن این دکمه هایی که در هر دو طرف وجود داره میتونید صندلی غذای خودتون رو به این حالت جمع کنید. نهایت فضایی که اشغال میکنه در منزل شما به این اندازه است.